جهت گرفتن ستار، اگر روی صندلی نشستید که این حالت بیشتر توصیه میشه، سعی کنید کمر صاف باشه که به کمر فشار نیاد. میتونیم از زیرپایی برای بالا آوردن پای راست استفاده کنیم اگر راست دست هستید. برای چپ دست ها تمام این موارد برعکس خواهد بود. یا اینکه پای راست روی پای چپ بیفته، که البته این به دلیل اینکه پا زیاد خواب میره این کار رو نکنیم و از زیرپای استفاده کنیم خیلی بهتره. ستار روی رون پا قرار میگیره، انتهاش به شکم اتصال داره، سطح موازی با دیوار هست، زاویه دسته با کف و با خودمون هلوهوش 30 درجه هست. برخی بالاتر میگیرن، برخی صافتر میگیرن، ولی هلوهوش 30 درجه زاویه مناسبی برای تسلط کافی بر روی دسته ساز خواهد بود. این دست به این شکل همون حالت طبیعی دست به همون شکل قرار میگیره. دسته ساز میفته پشت بند اول، یعنی بند اول ما که در اینجا هست، روی این خطی که 8 معمولا در دستا نوشته شده قرار میگیره. روی اون 60 به صورت طبیعی قرار میگیره روی دسته. بین 60 و دسته به اندازه یک لوله خودکار فاصله وجود داره برای اینکه ضریب اصطکاک ما کاهش پیدا کنه و راحت بتونیم در طول دسته حرکت کنیم. اگر کامل بچسبونیمش حرکت مشکل خواهد بود. انگشت ها به صورت پنجه عقابی و عمود معمولا قرار میگیرن. به این شکل ما نمی کنیم. این نوع تو رفتگی اشتباه هست و بعد به این شکل هم باشه. به خاطر همین ناخن ها باید برای دست چپ کوتاه باشه. در دست راست هم ناخن سبابه بهتره که بلند باشه که صدادهی ساز خوب باشه. کسایی که ناخنشون میشکنه مجبورن از ناخن‌های فلزی یا ناخن‌های شاخ یا کاشتن ناخن استفاده کنن. در این دست 4-5 سانت بالاتر از مچ، تقریبا از اینجا قرار میدیم روی پهن‌ترین قسمت کاسه. انگشت شستمون راحت میشینه بالاتر از سیم ها. انگشت خنسر و بنسر یا کوچیکه و کناریش کوچیکه و حلقه پایین‌تر از سیم ها قرار میگیره به صورت صاف. در اینجا شکستگی نداریم، دستمون صاف هست، مچ شکستگی نداره، ولی در این قسمت کوهانی ایجاد میکنیم که این کوهان رو به این شکل میبینید. همون حالت طبیعی دست یه مقدار صافتر و این دوتا انگشت با هم باز میشن، انگشت سبابه و وسطا یا اشاره و میانه باز میشن. ضربه های ما از این محور خواهد بود. میانه به عنوان همراهی کننده هست، فقط مشایعت میکنه. سبابه ما در محور خودش همون حالتی که داره میاد، نه اینطوری به سمت بالا یا کج، دقیقا به سمت خودش با سمت چپ ناخن ضربه ها رو میزنه. محور کار اینجاست، برخی محور کار اینجا قرار میدن و به این شکل میزنن که این حالت کندن سیم پیدا میکنه و اشتباهه. به این شکل ما ضربه ها رو میزنیم. چرا مجبوریم که انگشت میانه رو حرکت بدیم؟ به دلیل اینکه اولا میدونیم این استخوان اینها به هم دیگه میرسن و به هم دیگه انرژی میدن، با هم در ارتباطن به طور طبیعی. ضمناً وقتی شما این رو بذارید و درست دستتون رو گرفته باشید، موقعی اینکه بخواید ضربه ها رو بزنید، انگشت اشاره شما به انگشت میانه برخورد میکنه و نمیذاره که این بیاد به سیم ها برخورد کنه و بیاد داخل. ضمناً باید در نظر بگیرید که وقتی انگشت رو باز کردید برای ضربه های راست به سمت بالا، کاملا انگشت بیاد بخوره به گوشت شست و این مسیر به طور کامل طی بشه. ضمن اینکه نباید بیاریمش، یک لحظه پرتش کنیم بالا و احساس کنیم یک گوشت لخته که پرت میشه و با انرژی خودش بیاد ضربه ها رو بزنه که خوش صدا بشه احساس. سمت چپ ناخن فراموش نشه. برخی با وسط یا سمت راست ناخن میزنن که بعدها دچار مشکلات زیادی خواهند بود. سمت چپ ناخن بخاطر همین کمی ما خوابیده تر، حالا این اغراق شده است، یعنی اینجا به صفحه باید نزدیک بشه. البته این حالت اغراق شده است به این شکل.
برخی کاملا شست رو میچسبونن روی دسته و کل مجموعه. این هم نوع جالبیه، اما صدا کمی گرفته تره. اگر اینجا رو باز کنیم، یعنی به این شکل فضا بدیم، صدا بازتر در خواهد آمد. برخی هم ممکنه در بعضی از تکنیک‌ها کل اینها رو بلند کنن و آزادتر بزنن، اما معمولا اینها رو می‌نشونن. مضراب راست، مضراب چپ. چپ هم در است از بالا، از کنار همون گوشت شستمون به سمت بیرون ضربه ها رو میزنه. توجه داشته باشیم که در ستارنوازی سنتی ما برامون اهمیت نداره که وقتی مثلا در سیم اول هستیم به بقیه سیم ها هم بخوره. هیچ ایرادی وجود نداره، میتونیم به همه سیم ها بزنیم. اما بعدها وقتی رادیو در ایران اومد و دستگاه ها حالت اولیه داشت و اکوی زیادی داشتن، دستگاه ها به صورت مستقیم پخش می‌شدن و امکان ضبط صدا وجود نداشت. وقتی مرحوم عبادی، احمدی عبادی، استاد بزرگ ستار به رادیو رفت، دوستان خودش که صدای سازش رو میشنیدن و او البته خودش محروم بود از این نعمت، به او گفتن که صدای ساز خیلی در هم و بر همه. توجه داشته باشید که همچین صدای پری با دخالت تمام سیم‌ها و واخون‌ها وقتی با اکوی زیادی هم همراه باشه صدا خیلی نامفهومه. خاطر همین احمد عبادی سعی کرد تقسیم بزنه و امروزه با رفع این مشکل ما از هر دو شیوه استفاده می‌کنیم. درشتی و نرمی به هم دربه هست.